اگه فکر میکنی فقط بلاگرای الان دنبال جلب توجهن، یکم صبر کن تا پادشاهای تاریخ رو ببینی. اونا هم دنبال ویو بودن. فقط فرقش این بود اگه ویدیوهاشون نمیگرفت، کل شهر رو میسوزوندن. امروز قراره بریم سراغ چند تا از اون آدمایی که تاج داشتن، ولی مغز نه، فکر نکنم. ذهنشون یه جایی بین لودینگ و ارور 404 گیر کرده بود. خلاصه که خوش اومدین به دنیای پادشاهان دیوونه. نرون امپراتور روم رسما نسخه باستانی یک تیک تاکر بود. یعنی اگه اون زمان اینترنت داشت، حتما لایو میذاشت وسط آتش سوزی. اون امپراتوری بود که دنبال ترند بود. آره دقیقاً. چون یه بار شهر روم رو آتش زد فقط برای اینکه یه آهنگ بسازه در موردش. وسط فاجعه مردم گریه میکردن، اون ساز میزد و میگفت guys looking. و وقتی مردم ازش پرسیدن چرا همچین کاری کردی، گفت باید هنرمند باشی تا درک کنی. بله، اولین کسی که برای ترند شدن همه چیز رو نابود کرد نرون بود، یا به قول امروزی ها بادی به هر جهت. بریم سراغ فرانسه، جایی که پادشاهش فکر میکرد از شیشه ساخته شده. بله درست شنیدید. شارل ششم باور داشت اگه یکی بهش دست بزنه میشکنه. یعنی حتی نمیذاش کسی نزدیکش بشه. قبل از اینکه کرونا اختراع بشه، اون خودشو قرنطینه کرده بود. یه بار یه لباس خاص پوشید و روش نوشت لطفاً دست نزنید میشکنم. و نکته جالب اینجاست، سالها با همین باور حکومت کرد. چون اون موقع‌ها روانشناس که نداشتن، فقط جادوگر دهکده داشتن. خلاصه اگه یه روز حس کردی زیادی حساس شدی، یادت باشه یه پادشاهی بود که واقعاً فکر میکرد شیشه است. یه امپراتور دیگه فکر میکرد اسبش سناتوره. کالیگولا از اون آدمایی بود که اگه میگفت من خدام، واقعاً باورش داشت. یه روز بیدار شد و گفت من خسته شدم از انسانا، اسبمو میکنم سناتور. و جدی هم کرد. براش دفتر گرفت، حقوق داد، حتی صندلی‌های مخصوص توی مجلس گذاشت. مردم روم در حالت وات د فاک بودن. یعنی شما تصور کن داری با اسب درباره سیاست حرف میزنی و اون فقط هی میکشه. خلاصه که اسب از درباریا بیشتر حقوق میگرفت. ولی جدی کالیگولا با همون طرز فکرش کشور رو اداره کرد تا جایی که نگهباناش میگفتن ما ترجیح میدیم توسط اسب فرماندهی بشیم تا خود کالیگولا. خب شاید راست میگفتن، آرامش داشتن، ما که نمیدونیم. ایوان چهارم مردی که حتی از خودش هم میترسید. معروف بود به ایوان مخوف از روسیه. یه ترکیبی عجیب از پارانویا و خشم کنترل نشده داشت. یه روز عصبانیت پسر خودشو زد، بعد نشست گریه کرد. بعد دوباره از سایه خودش ترسید چون فکر میکرد شیطان پشت سرشه. خونش پر از آینه و صلیب بود چون فکر میکرد با اینا دیوا دور میشن. ولی در واقع فقط خودش دیو بود. خلاصه که تاریخ روسیه با اون دارک مودش رفت تو دارک مود پرو. این هم خلاصه‌ای بود از چند تا پادشاهی که واقعا یکی باید براشون نوشت سلامت روان هم چیز خوبیه، امتحانش کنید. تاریخ پر از آدمایی که به جای اداره کشور دنبال جلب توجه بودن. یعنی از نرون بلاگر باستانی گرفته تا کالیگولایی که با اسبش رفیق‌تر از وزیرش بود. حالا تو بگو اگه مجبورت کنن یکی از این پادشاه‌ها رو تحمل کنی، کدومش انتخاب می‌کنی؟ ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.